تماشاوان هیجام در باسی دخو کید بین دکتر نوزاد حدودی مامۆستا زانینگاهی و چاو دیری سیاسی الگلمنه یک سالیا کشتنا قاسم سلیمانی هروها دکتر ابو مهدی مهندس باندور اوی لست پیوندین ایرانی و امریکا هروها لسر اردیل عراقی هم دی بگرنه دست دنباش دکتر نوزاد سالاتینو پیروز به دکتر دخوازم وی پرسید دست پی بکم نها کشتنا ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی لی وکی کو عراق بویا میدانا آلوزیا دنابینا ایران و امریکا ده دوی درباره ده نرخاندناتا گرز بکرم دکتر نوزاد. بله زور سپاس بگمان يعني عراق مخابني و يعني عراق 2003 حتى نها بيا صحك الرئيسي يعني صحك السركي ميدانك سركي ابو ململانه نبرا امريكا و ايران دا بطيبتش هر دلانه كي اجدا و سياسات خواهيت عراق دا بطيبتش اگرم بينيو يعني دو پشتی پروسا رزگار که نا عراق 2003 دا ایران همه حولک دایه که او سیاست امریکای بطیبل 2003 دست بکر که دولت اکا دموکرات و فدرال درست بکر دولت اکا علمانی به او پیمان امریکا به تراده کش سیستم العراق درست به عراق ببیت سرچوه کی سقامگیر سر آستین چه مخابنی و یعنی ایران همه حول ده او سیاست امریکا تگ بشکنه و سیاست که پیراب که حول بدات هجمون اخوا سیاسی آبوری سربازی سر عراق دا بسپینه و تراده کش همشین بجین و استراتژیت ایران که های حتی نه سرکفتی بیاد تراده که اگر نه تو برق ده بار دو عراق سر روی ناکوکی او ململات تندانی بر امریکا و ایران دهی بر ایران تشیایا به طایبتش پشتی هاتنا داعش 2014 جالی سیاسی جالی سربازی جالی آبوری یعنی به تواتی هجمون خو سعمود جمگه و صلات سیاسی عراق دا بسپینیتن اول شوی که به گمان لبر کو عراق اجدامک و پارتک سیاسی به طایبت همشین بجین حزب سیاسی شیعی دا صلات دارن و او حزب شیعی دا صلات دارن باشه که هر زور یعنی الگل ایران نه پال پشتی سیاست ایران کن اوای که که عراق بردام لنا کوکیس نسقام گیریه دابیت و بیت میدان اکا سرکی بو دو اجنده لگجواز اجنده اکا اقلیمی و اجنده اکا امریکت عراقی دکتر نوزاد نها جالی تهرانی و گلگ جاراتی گوتن کو او دخوازن اولیا ایرانیش دروی سینور ایرانی و بپاریزن اویک جبوی عراقی دستی یکم ده درباز به گلو اف یک سروریا بغدای سروریا ستاتویا عراق فدرال سروریا دموکراسیا عراقی ناخی بن گف و تکدانی ده بگمان عراق نها افشه بجم هر سروری نمایه او سیاده سروری که بس لیت تایکرن دبید دولت این داروبر یا خود دولت نوچه دستوردان الکاروبار سیاسی عراق دانه کن یا خود سرور یا عراق پارزن و دستوردان سیاسی بریار سیاسی عراق دانه کن تا که سر همشین بجین ها عراق هیچ جور سروری یک نیه نه تو برای خود بارودوخ عراق بتای بج برای خود بغداد دیان گروپ میلیشیایی تای در وی بریار حکومت در وی بریار سیاسی در وی یاسای و صلات یعنی او کاریواد بید کن دیجی برجنده امریکا دیجی هر برجنده که یعنی دیجی اودیا ایران بله برند عراق اصلا نه هیچ سروری یک نمایه اگه سروری ما با بوچ نه ایران دعوت کرده به هزین امریکا العراق بدر کبن یعنی ایران هیچ موافقه نیه دعوا خازان دیب کردن العراق که به هزین امریکا العراق در کبن عراق اگر سروری ها با اگر دصلات که یاسایت عراق ده با ایران موافقه نبی دعوا خازان دیب کردن بنمونه امریکا هزین خوا عراق در که یعنی عراقش به اون منها مافندین انها بحثین دیب کرد دبیتن امریکا یا خود هر دولت یا خود داخل لیب کرد هزین بیان الولاتی در که و راستا خود سواردان سرباز یا سواردان سیاسی لبر هندت عراق ده هیچ جور سروری کنینه سیاده سروری به تعاطیات یا پیشل کردن و کما بحث لیکن انها عراق ساعکس یعنی دامشه بجین میدان که سرکی عامل ملانه نبرا دو اجنده لیک جواز نکرد نبرا امریکا ایران بتایبه یعنی دولت این دورو برش تراده که زور همه دستوردان کاروبار دو عراق داد کن و سر آست ناف عراق جو کما ماجا پیکش برکو اجنده کان اجتماعی نینت عراق دا اجنده کنینه که و چال امریکا بجید امریکا فرست یا خو عراق فرست بیت یعنی برجاندی و مصالح عراقیه کم بن سیاست که واه نهات عراق دانینه بطایبتش هم ترکیز سر گروپ شیعه بکن بطایبت به کاتا شیعه دا صلادار 2003 حتی نه همه بریارین گرنگ جه کارگری و دا صلادا به کاتا دان لبرنده جی اول بشک زور و به کاتا سر به ایرانه نه لبرنده اول وای که یکم عراق صحکا نظنام الملانه سرکی بیت و هیچ جور اجده کشنه یعنی تنها برای خوب داری بپی او حوالین که بری هفته که
دستگاه حوالین امریکی برباب کرد. یعنی ایران بدیان موشکن بالستی و موشکن دیتر اینان عراق اگه عراق سروری هبی چه دولت کا جیران دکارم موشکن بالستی و چک و اسلحه به رضامندی و به بریار عراق بین تناف آق عراق با دجی برجاندین دجا یعنی ایرانی امریکا ایران دکتر نوزاد دخواستم که بزنه بمنها گرم زلالی بیشم براستی اف ملیشیاتین کو هیزکی وای برفره هی لعراقی او هیز بریارا وان جالی تهران و تیدان یان جالی بغداد و یعنی بغداد دکاره کنترل واهزین ملیشیاتم بکد راستیه ده براستی عراق همشین بجین نظر من یعنی تراده کش بیم 90 صد بریارا سیاسی گروپ ملیشیای اوین نها بطایبتی هم بحثی بدر بکن کتاب حزب الله بکن بعد کتاب نجابا بکن خود باشه که زور ملشنیزی که 6 گروپ ملیشیان همه جر کارگری ها راستوخوا ایرانی دانه و ایران راستوخوب کارتینه با آوای گوشار سر امریکا و هر نیارین خود درست که با آمان سیاسی سربازی آوری دست بر بکن یعنی اوشته که بشارتینی نکرد عراق دا زوربای او ملیشیان تای در وی دا صلاتین یعنی اگر تو برای خود ده سیاست کاظمی بتایبتیش کمانگا 5 دا صلات ورگرد یکیش اولویات سیاست کاظمی اوابی کم امی حول بدن که همه او گروپین ملیشیان خود هاو هزین چکدار در وی هزا سربازی عراقی بین از کنترل هزا چکداری عراقی دا یا خو کاری که و بکن تکالی سپا عراقی بین یعنی اول نکر دخواز عراقیه اما دخواز امریکا دخواز زوربای دوستین عراق نه که دبید عراق دولت که مؤسساتی بید هزا که مؤسساتی عسکری هبید و گروپ انچکدار در وی هزا سربازی نبن چون اگر ولاتا که گروپ ملیشیایی هبن و گروپ انچکدار هبن در وی مؤسسات سربازی یعنی وی ولاتی براستی جی گروپ مافیایی درست بیل بر هندجی حتی نهاجی نه عراق و نه امریکا و نه دوستین عراق جی شیانه که گوشاره که درست کن اف گروپ ملیشیایی ببینه بشک سپاه عراق اوش وی کریه که نه بینین که اف گروپه به شکل زور اجنده که تایبت درکی اقلیمی به تایبتیش اجنده عراق پراکتیزت که نکن عراق یعنی تو برای خوب داره هزن پروکسین ایرانت عراق ده تو برای خوب داره سوریه ده تو برای خوب داره تو برای خوب داره لبنان یعنی اول هشته حتی آنها تو برای خوب داره نه حوصل یمن درست بینه اوه همه گروپ ایکن یعنی خدمت پروژه که اقلیمی دولت اقلیم به تایبت ایران کن و اجنده ایران جمع زانی اجنده که واضح حد ویتن هلال که شیعی درست بیت یا دکتر نفزت گر امر و عراقی بگرنه دستان عراق خواه وکی سیستم که دستلاتی سیستم که فدرال سیستم که فدراتیو بنافت که خودی دستوره که دموکراتی کو دستلات عراقی دناف بینا پیک هاتیان ده هاتنه دابش کرن لیگا واکو مروف لسر اساسی یعنی بری و برنا پراتیکی آوی دستلاتی تماشه دکه حکومت پیشنیارا یاسایی کهید که لی گروب انشیائیم بهیز دناف پارلمانده پیشیا وان چاکسازیین خواباتین پروژه یاساین حکومتی بخودکن یعنی اویک نه پیشی گرتنا راستی دموکراسی فدرالیزمی و سپاندنا ماجوریتی لسر آلین دنه کو دربیک لدموکراسی ده بگمان یعنی اگر هم برای خود دنیا پروسا سیاسی عراقی به تایبتی 2005 تو برای خود داره یعنی جور هاو پیمانات یک نی برای کرده و هزین شیعه ده بو یعنی او دستور 2005 هات نویساندن دستور اک بیس اساس شراکت هاو بشی توافق هاو سنگی هات بنویسین یعنی نی بر تایبتی نی برای همو پیکات عراقی به تایبتی کرد و شیعه ده بلم کشه چیه نه شیعه و وقتی لواز بین دسالات که لواز هبی شیعه الهنده دترسیان یعنی بار نت که جروجک بیتن شیعه ببنا دسالات عراقی ده بتایبت او هنده ترسیان لعنی سبین روش لوان امریکا دا صلاة که درست که بتایبت 2005 حتی 2008 لوان دا صلاة که درست بیت عراق دا یعنی سرب امریکا به یا ستایل که هاو شوی صدام حسین به یا دولت که بیست زیادر سکولار دموکراتی به اول نلگل برجاندین گروپین شیعین اسلامی تقلیدی گنجه ندگل برجاندین ایرانی لبن اندیجه 2005 حتی 2008 تارادک توافقه که بیل سوان پرنسیپین جنابیت بحث کرده بلنبونه ها او پرنسیپ همه هاتنه پیشل کرن دستورات پیشل یعنی همشین بجین ها دستور بوده به شکل ارشیفه بتایبت او کشنی برا بغداد هرم اجدا بتهاتیات نه پیشنهاد کار اوه که نها شیعه هول دادن قناغا او نها او قناغا نها شیعه و پیکاتا شیعه دا بیجگل او نکو کنی برا ناف مالا شیعه دای
هاول دن کنترل توا دولت عراق بکن دستات به تواتیل مرکز کور کن مرکز کنوی کن و تشتک بنابه دی سیستم دموکراتیت فدرالیت نمینید لبرنده و کو جناب دجی آماجه بکر او هست کن نها زورینه نه و ریکا پروسا دموکراسی یعنی او دموکراسی او بحث کن نه دشن کنترل همش تاکی کن اول شوی کریه که پاشگز بونه همو هم پرنسیبیت کل دستور داتا بتایبت او کشنی بر همره حوله بغداد بتایبت ماده 140 بگیره مثلا نفت و غاز بگیره مثلا شراکت بگیره مثلا بجدار یا کردستان پروسا سیاسی بگیره تو بر خاطر پروسا که زور گرنگ بونمونه در کردن امریکا دین بریار دین یعنی به وای کردستان بجدار بن یا خود مثلا بو جهر ما کردستان کشای که مزن درست کریه لبرکو مثلا در وی حکومت اجنده که اقلیمی هایی خود اجنبه گروپ شیعه دوین گوشاره سرهرمی درست کن او همو دا صلاتای خره و گرینه ابو بغداد او وی کریه که نها شیعه و حضرت کن تبید کنترل همو عراق بکن ایدی او باشترین رگش دو فاکتور انا یک او سیستم فدرالی علی مکرسان دا صلات زور که امکان فاکتور دوی جهه بودن که هزین امریکاش عراقی در بکن ابد بیت فاکتور که ابد دو فاکتور دی بنا سبب اینده که او هجمونان ها شیعه های بتایبت ایران پرکاشیا کنترل تا جمکن سیاسی عراق دکتر نوزات نها اف دست وردانین انجی باندورا تهران لسر عراقي يعني بنمايه كبشروجكي تشاوا بو عراقي درست يعني عراق دباب خدي بشروجكي نزلال دوی چرچوی در نها مثلا بايدن قباقو جيگري اوباما بو خدي آلترنا پروژه کی بو یعنی دیتینه کی بو کوم عراق به دولتی کنفدرالی دوی چرچوی کنفدرالیزم ده دکاری پیش روزکی اولتر بو عراق درست ببه نها بایدن دبی سروکی آمریکایی گلو او یک آلترناتیو کی چاوایه او دستوردانا ایرانی بشویه کی و صادقاری بی راوستاندم بوکو پیش روزکی اولاد دموکراتیک بو عراقی بخواه به مخابني يعني امريكا سياسه امريكا عراق دا فشلنا حتى ناجع امريكا نكاريه سياستك باش عراق دا براكتيزه که بتایبت سیاستک بیتن هم دولتک دموکراسی چکه هم برگلوی دستور که 2005 داخل که عراق دنگ سردایا هم برگل سیستم دموکراسی فدرالی که هم هجمون ایران که مهزن ميليشيا يعني لواز که بينا بشك سپای عراقي يعني امريكا که بشك بالاجنده و سیاست نکاریه تنانت او جنابتش بحث کرد بگمان يعني جو بايدن یکی شوان کسابو کرد 2008 بحث اندید کرد که عراق به هیچ رنگی که سقامگیر نابیتن يعني بهوی او تداخل مازن ایران بطیبت به کاتاشیعه که همشن بین زورینات عراق ده و بشه که زور به کاتشجیر کارگری یا راستاخواه ایران ده ابا وکی از زور زحمت بارو داخل عراق زمان سقام گید بطیبتش هم بزانی اجنده ایرانت گلندرانی نه سیستمی که دموکراسی چه بی اجنده ایرانت گلندنی نه عراق که پیس سکولار دموکراسی چه بید که کرد و شیعه و سنه پیک و داخل دا بجوید بلکه اجنده و زیاتر او عراق که لواز بیتن زیاتر گروپ ملیشیایی پیس کن که ببینه بدیل سپاه عراقی ابا وکی دیگه که چرانویس عراقی بطیبتش ندیار بلام بالنسبه پروژه امریکا بدیت نامن حتی امریکا فشلینا سر بر سه چهار و کاری زور گرنگ یکم امریکا زور يعني بپیچوانا يعني همشین بیجی ایران امریکا زور پالپشی ها پیمان خوین اساسی نکرد بطیبت کردستان يعني زور خاله همشه بین 2003 حتی 2020 هنده خاله بین امریکاشیا مثلا سیستمی که کنفدرالی چه سه هرم فدرالی و او پروژه بایدن شهر که سنی کردی يعني بگوره دستور جی آسایی بو هرم که کنفدرالی چه که دستالات دا بش که پارزگاری دستالات کنفدرالی اوانه که بالن امریکا زیادتر جخسر هندید کرد که سقام گیری بیتا پاراستن پریکا درست کردن سترونگ من که بجنه يعني کسی که پیز و دستالات بغداد بیتن او جی زیادتر جخسر هندید کرد که اف کسی زیادتر عالی شیعه بیت يعني امریکا زور محاولت کردن ناف به کاتاشیعه دا کسی که بهس پیدا بکرد او کسی بهس بد بیتا دا صلادار و بیتا او پیمان امریکا بالام او سیاست ال 2003 حتی ناف فشلینا یعنی برای خواب در سردم بو زور یارمتی یا مالکی دا مالکی پشتینگی چلی هات شهر طایفی درست کرو چوپال پشتی ایران اکر سیاست امریکا تش کن تو بعد سردم عبادی دیسان امریکا هم حاول دا که عبادی پیز کن و دا صلات ابدنه یعنی حسابا کرد بتایبش 16 اکتبر ما دید چلی هات لبرن دنهاجی يعني کاظمیشی هات هر دیسان سیاست امریکا با یک سترونگ منه کی که باز دیت نامن وقت سترونگ منه کوتاهی هاتیه امریکا دبید پالپشتیا راستا خوی هاو پیمان خو بتایبت کرد و سناب که و بشه که شعب سکولا بتایبت حکومت کاظمی اوانه و بشوی که بهس ناحیه عسکری عراق دا بمینه بای بکاره هجمون ایرانی که اوه تا که استراتژیت امریکا دکاره سرکفتن بینه و دیت نامجی تا دا احتمال جو بایدن و آراسته کار بگیرد سپاس بوده دکتر نوزات توتی ماموسته زانینگه
çavdêrî siyasî ku ji dihokê tûl gelmo. درست باز